مثلا یا رزاق، ای رزق دهنده، یا قهار، ای قضات قهار، یا کریم، یا رحیم باشد اجازت است. این نام‌های الله تعالی است. الله تعالی میگه که ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله تعالی نام‌های زیبا دارد، شما الله تعالی را با آن نام‌ها دعا کنید. یعنی یا رحیم ارحمنی، ای رحیم مرا رحم کن، ای رزاق مرا رزق ده، ای علیم به من علم ده. گفتن خوب است، لیکن بدون کلمه یا، مثلا حکیم حکیم حکیم، خبیر خبیر خبیر، گفتن این معنا ندارد. یعنی شما در اینجا نه تنقید کرده ایستاده اید نه توصیف و تعریف. وقتی که یا الله گوید این یا نیدا و یا یاردم، طلب یاری، یا کریم یعنی به من یاری ده، در دوامش از او میپرسید. الله تعالی ما را امر کرده است که به نامهای من ادعونی، دعا کنید مرا. یعنی وقتی که یا دارد در ابتداش خوب است.